خواهر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Jak dela? الحمدلله. Хорошо. Хорошо. شما از کجا هستین؟ من خودم از روسیه هستم. از روسیه هستین؟ بله. عجب نیست. تو از روسیه چرا این قسم لباس پوشیدی؟ این به خاطر که فرض میای سر ما. به خاطر عقیده است؟ به خاطر عقیده است. به خاطر عقیده. یعنی شما حجاب وقت شروع کردین که چی گفتین؟ فرض است به هر زن فرض است که بپوشه. فرض است زن خوش باشه وقتی که حجاب میپوشه. برای چی توفه آورده بدین؟ توفه؟ امو روزی که شما شامی که خانه ما میمان شدین من زیاد فکر کردم چی بیارم به شما باز اتروی غذا پخته کردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش در خانه خود پخته کرده بود. ای بود خرما. خرما امرای قیماق. امرای قیماق؟ بله. شما این غذا را از کجا خواندین؟ در حدیث. در حدیث خواندین؟ که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که ازدواج کرد در یک ازدواج خرما امرای مسکه گدوت کرد باز به مردم داده. باز من می حدیث خواندم باز مسکه نبود در خانه دیگه قیماق انداختم گدوت کردم باز به شما آوردم. بسیار خوب است. یعنی خواهرای عزیزم، آیا این عظمت اسلام نیست که یک خانم در روسیه حدیث رسول الله را میخوانه، از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم غذای تهیه میکنه به یکی از دعوتگرای اسلام؟ خواهر نامتان؟ بیبی عایشه. بیبی عایشه، چرا مسلمان شدین؟ امروز مردم میگن که بسیار کسای از افغانستان یا از کشورهای اسلامی میرن و اسلام ترک میکنن. شما در روسیه چی کمبود داشتین؟ خانه کمبود داشتین؟ زندگی؟ جای؟ چرا مسلمان شدین؟ به خاطر که потому что в исламе есть закон для жизни, для каждого человека. Закон для женщины, закон для жены, для мужа. اسلام یک دین مکمل است که در تمام اقشار جامعه قانون از به زن، به مرد، به اولاد، بالخصوص به مادر و پدر. یگانه دلیل ابتداییش همین بوده که من اسلام قبول کردم. یعنی نقطه که من میخوایم بفهمم که دقیقاً علت مسلمان شدن شما چیست؟ چرا مسلمان شدید؟ Когда в Библии мы читаем, в первую очередь, когда открываем, если мы считаем себя настоящими христианами и открываем первую книгу Евангелие от Матфея, то в первой же главе говорится то, что Иисус, сам Иисус Христос, пришел не для христиан, которые себя считают там русские и другие люди, а именно только для иудеев. Если мы посмотрим в первой главе, 28 или 27 стих, говорится то, что это был тот, кто был ниспослан только для спасения своего народа. میگه اولین چیزی که ما کتاب انجیل آواز میکنیم کتاب عهد جدید، یعنی کتاب انجیل عهد عتیقش کتاب تورات و دیگه کتاب است. وقتی که ما میگه انجیل عهد جدید آواز میکنیم، در اوج میبینیم در کتاب متی باب اول آیت 28 یا نشانی 28 که در اوج میگه حضرت عیسی میگه ما صرف به قوم بنی اسرائیل آمدیم نه به کل جهان. این کتاب انجیل که است، یک کتاب است مخصوصا به قوم که قوم عبارت از قوم بنی اسرائیل است. و قرآن که است یگانه چیزی که دو وادار کرد به طرف اسلام آمدن که قرآن میگه این کتاب جهانی است، بر تمام اقوام است. یک بلند صدا نمیکنین الله اکبر؟ دوستا، امیس عظمت اسلام. اگرچه دشمن اسلام تخریب میکنن که در اسلام حقوق زن نیست، و این خواهر به خاطر ازی که در اسلام حقوق زن بیشتر است، علم، دانش، تحصیل بر زن زیادتر در قرآن امر شده است، از این خاطر کتاب خدا ترک کرده، دین خدا ترک کرده، به دین مقدس اسلام مشرف میشه. دلیل دیگه که خواهر میگه و این است که وقتی قرآن باز میکنیم در قرآن میگه الحمدلله رب العالمین،
او ربی که مسلمان ها به او باور دارن رب العالمین است. رب اروپایی، رب امریکایی، رب آسیایی، رب افریقایی، رب سیاه‌پوست، رب سفیدپوست، رب زن، رب المرد، رب العالمین. وقتی میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، این خالق رحمان سر همه مهربان است، چی مرد است چی زن، چی دختر است چی پسر. این است عظمت اسلام. از این خاطر کسای برتریت اسلام چه قسم ثابت میشه؟ که کسایی که به دین اسلام مشرف میشن انسانهای محقق است. زن است دانشمند، زن است چون خدیجه، خانم است مثل بیبی عایشه، خانم است مثل بیبی زینب، خانم است مثل بیبی فاطمه. زن است دانشمند، 2 کتاب مطالعه کرده، از آزادی که اسلام برش داده استفاده کرده، اگرچه در خانه غیر مسلمان پیدا شده، اما امروز با صداقت و راستی کلمه ای میخوانه که لا اله الا الله محمد